بریم سراغ تحلیل آزمون. 1 2 3 1 2 3 اینم از ساعت. سلام. نون والقلم ما یسطرون. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحیم. اهلا بكم مشاهدین الکرام. مهران نوین هستم، دبیر تخصصی عربی متوسطه اول و متوسطه دوم دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش عربی تخصصی این رشته. من هر 2 هفته یک بار تحلیل آزمون قلمچی و آزمون‌های دیگر رو تحلیل سوالاتش رو توی کانال آپارات و تلگرام و توی پیج اینستاگرام نکاتش رو بارگذاری میکنم. اگه اینا رو نداری توی کپشن یا همون توضیحات لینکش رو گذاشتم، میتونی اونجا بری و پیدا کنی. حتی بری توی گوگل بنویسی مهران نوین، این صفحه آپارات و خلاصه کانال تلگرام اینا رو میاره، البته باید فارسی بنویسی. اینم از این. خب بریم با هم دیگه سراغ تحلیل آزمونمون. 14 آذر 1404. بسم الله الرحمن الرحیم. عربی. خب از سوال 21 شروع می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی میگه سوال؟ گزینه ناهماهنگ با سایر گزینه‌ها رو انتخاب کنید. چشم انتخاب می‌کنیم. بسم الله. لغت خیلی ساده قشنگ چیکار می‌کنید؟ شیک و مجلسی ترجمه می‌کنیم. بسم الله. ما میشه آب، شراب میشه نوشیدنی، شای میشه چای، جارم میشه چی؟ همسایه. کدوم نامربوطه؟ 100% همسایه. همسایه همیشه نامربوطه. آره. خب اینم از این. جار. تمام. سوال 21 تمام شد. سوال 22. خب بعد بگین عربی سخت نیست. حسن الادب یستر. خب آینو اینا که سخت، اینا فعله. اینا چطور ترجمه کنیم؟ بچه‌هایی که توی 9 سنتر بودن، بچه‌های سالیانه، بچه‌های جت عربی و بچه‌هایی که توی نقطه عربی شرکت کردن قشنگ میدونن چی ما چیکار می‌کنیم. آفرین. شرح می‌کنیم کلمات رو. متوجه شدین یعنی چی؟ یستر رو میگیم حروف اصلی چیه؟ میگیم سطره. خب حروف اصلی رو حذف می‌کنم. سطر. چی باقی مون اولش؟ یه. پس چیه؟ مضارع. آینومین اگه هیچی باقی نمیموند اون موقع چی میشد؟ میشد ماضی. پس حروف اصلی رو حذف میکنم، اول چیزی باقی موند میشه مضارع، نباشه میشه ماضی. خب فهمیدم مضارع هستش. خب اولش چی گرفته؟ یه گرفته. ما چند تا صیغه داشتیم توی فعلا؟ آفرین 3 تا حالت داشتیم. یا غایب بودن، یا مخاطب بودن، یا چی بودن؟ متکلم بودن. بچه‌هایی که توی دوره شرکت کردین قشنگ ما اینا چطوری بررسی میکنیم؟ میگیم که غایب باشه میشه هو، یا میشه هو هما هم، یا میشه مؤنثش هی هما هن. بریم سراغ چی؟ مخاطب. انت، انتما، انتم. اول باید تو زمینش رو پیدا کنیم بعد بتونیم رو ترجمه کنیم. انت، انتما، انتن. یه دونم چی داریم؟ انا متکلم، نحن متکلم. تمام. کلا خارج از این چی؟ 3 تا حالت نداریم. یا غایب هو و هما هم، هی هما هن. مخاطب انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا و نحن. اینم تشدیداش هم بذارم. خب تمام. حالا یست رو اولش یه گرفته. 100% چیه؟ آینوین گفت چی گفت؟ در گوش من گفت چی گفت؟ بچهای دوره اولش یه باشه چی میشه؟ مضارع. خب یه گرفته مضارع. کدوم یکی از صیغه هستش؟ اگر یه باشه 100% چیه؟ غایبه. ببین غایب اینجا یه داره، پس هر فعل مضارع اولش یه بگیره میشه چی؟ غایب. ببین اینطور میشه. خوشگل و مرتب، شیک. یستر آخرش چیه؟ او هستش. گفتیم چی؟ مفردا. آخر فعل رو مفردا رو زمه بده، زمه بده، زمه بده، زمه بده. یعنی هو و هی انت و انا و نحن چی؟ اونا رو زمه میذاریم، به جز انت ای نمیدیم. خب آخرش رو مثلا یستر و یذهب و آخرش چیه؟ او هستش. خب اگر آخرش او باشه 100% چیه؟ مفرده. پس گفتیم چون اولش یه هستش غایبه،
چون آخرش او هستش 100% چیه؟ مفرده. پس با یا هو کار دارم یا با هیه. اینو میگیم کدومشه؟ آها، اگر هو باشه میشه یسترو، اگر هیه باشه میشه تسترو. هیه خانوما ت میگیرن، اینم یادتون دادم. پس چی؟ هو یسترو، او میپوشاند. پس این درسته. من داشتم ببین زیاد طول نمیکشه، من داشتم راهش رو به احتیاط میدادم. حروف اصلی رو خط میزنیم، تشخیص میدیم ماضی یا مضارع. اولش رو نگاه میکنیم، تشخیص میدیم کدوم یکی از سیغاست. بعد آخرش رو نگاه میکنیم ببینیم آقا چی کدوم یکی هستش و زمین رو میکشیم بیرون و ترجمه میکنیم. گوب هم که میشه زشتی. کاملا درسته. در کدام مورد درسته هست هم یک دیگه. تمام. وایسا من ندیدم اینو. پوشاند، کی پوشاند؟ گذشته، دیروز مثلا پوشاند. پس این چیه؟ گذشته. در حالی که یسترو چیه؟ مضارع هستش. یسترو میشه میپوشاند، اما این گفته پوشاند، پس غلط. دو، لفحص. فحص یعنی معاینه. فحص معاینه کرد، یفحص معاینه میکند. مرزا میشه بیماران، مفردش میشه مریض. کاملا درست. تمام. جوابگزینی دو. الشوارع، خیابان ها، مفردش میشه شارع. طرق میشه راه ها. این چی گفته؟ راه میشه طریق. این هم هست. غلطه. 4، اعجز، ناتوان. اعجز الناس میشه ناتوان ترین مردم، نه اینکه ناتوان شدن. اعجز الناس میشه ناتوان ترین مردم. اعجز اسمه، فعل نیست که بگی ناتوان شدند. فرق اسم و فعل چیه؟ آفرین. اسم زمان نداره اما فعل زمان داره. تمام. اینم از این. نه اخوانم که میشه برادر. تمام. جوابشو گزینه 2. چرا زیاد طول کشید؟ چون من راهشو بهتون یاد دادم. تمام. چیز واسهتون کم نذاشتیم. خب میتونم سریعتر چیکار کنم؟ بگم اینه. تمام. خب حفظ نکردیم. در ضمن بچه‌ها من اولین بار دارم سوالا رو نگاه میکنم. خب به جون خودم من حتی یه بارم نگاه نکردم. همینطوری باز کردم، فقط چیدن این نور و اینا زیاد طول کشید. همینو باز کردم اومدم سراغ تحلیل. و الان هم که ساعت ببینید 10 دقیقه صبح. خب مثلا پاسخنامه چیزی نیومده. ریاضتون، خب ورزشی که بازی میکنن در آن 11 لاعبن. کدوم بازی که 11 تا بازیکن داره؟ فوتبال دیگه، کرة القدم. درست. می ارتباط نداره ها. زمین گسترده در آن درختان بسیاری است. غابت، جنگل. آره میشه. بعد 3، او کسی است که داخل می شود خانه با دعوت یا بدون دعوت. محافظت، استان. اصلا این مربوط نیست. خب میشه جوابگزینی 3. وقت پایان نهار و روز و شروع شب چی میشه؟ مسا، عصر. درست. جوابگزینی 3. تمام. خب چی میگه؟ ترجمه درست عبارت اندی. اندی یعنی اصلا اینو ول کن. بیا اینطور ترجمه نمی‌کنم. با مهران نوین اینطور یاد بگیر. بچهای نهم سنتر نگاه کنید. چوب‌های فراوانی، چوب‌های زیادی، چوب‌های بسیاری، چوب‌های زیادی. تا اینجا یکی. در مخزن داریم، هست، دارم، یه دونه دارم، یه دونه داریم، یه دونه هست. اینجا چی گفته؟ اندی. بچه ها هر موقع نکته یا اند در اول جمله بیاید معنای داشتن میدهد. هایلایت هم بکشم خوشگل بشه. تمام. خب حالا گفته داریم، ای چی میشه؟ آفرین، زمین متصل انا هستش، میشه من. اندی من. میگیم کتابی، کتاب من. اسمی، نام من. اندی میشه دارم. هست غلطه، داریم غلطه. موندیم بین 3 و 4. آیفون هم که زدن. آره.
در انبار، یکی گفته در انباری خانه، یکی گفته در انبار. بالای سوال چی گفته؟ فعل مخزن. در انبار. در انبار خانه غلطه. جواب میشه گزینه 4 و تمام. اللهم نیل گناهم. خب بیا 25. ببین تا با آرامش دارم حل میکنم. استخدام نمیدونم. بیا عجله ندارم. استخدام حروف اصلی خدم. آینو شما اینا رو از کجا میدونی؟ انقدر دیدم، انقدر تکرار کردم، انقدر تمرین کردم که چی رفته توی ملکه ذهنم، توی ذهن. خب استخدام خدمه. به جای اولین حرف اصلی چیکار میکنیم؟ وزن پیدا کردن اینه بچه‌ها. چیکار میکنیم؟ بیا قشنگ زوم کنم چشای خوشگلتون ببینیم. بیا چیکار میکنیم؟ حروف اصلی رو خط میزنیم. به جای اولین حرف اصلی فا، دومین حرف اصلی عین، سومین حرف اصلی لام می‌نویسم. چیکار کردیم؟ به جای اولین حرف اصلی فا، دومین حرف اصلی عین، سومین حرف اصلی لام گذاشتیم. بعد بالا هر چی موند و شما میاری پایین. است مونده، درسته؟ س ت یه دونم آ مونده. استخدام استفعال تموم شد. حالا این یکی رو نگاه کن. معابر از چی میاد؟ عبر. به جای اولین حرف اصلی فا، دومین حرف اصلی عین، سومین حرف اصلی لام میذاری. هر چی باقی موند و میاره پایی. م آ. حرکاتش هم همونه. م ا. خب انتشار حروف اصلی چیه؟ نشر. چیکار میکنی؟ فا، عین، لام. هر چی بالا موند و میاره پایین. بسم الله. ا ت آ. انتشار افتعال. تمام. اینم از وزنای شما تقدیم شما گردید. حالا چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم اینا رو. تمام. خب استفعال گفتیم اولی استفعال گزینه 1 و گزینه 4 پرید. یکی گفته مفاعل، اونم گفته مفاعل، درسته؟ یکیه. بعد اون یکی گفته افتعال، یکی گفته انفعال. چی بود؟ افتعال. تمام. گزینه 3. اینو بس. مشکل اون سوال بعد. گزینه صحیح را با توجه به مطالب داده شده انتخاب کنید. چشم انتخاب کنید. خب چی میگه سوال؟ خب میگه آقا مفرد مذکر باشه اسم اولی. یکی گفته عالمت، یکی گفته عالم، طالبت، طالب. گفته مذکر باشه. اونی که آخرش ته گرفته چیه؟ مؤنثه بچه‌ها. پس گزینه 3 و گزینه 2 حذف میشه. موندیم بین مثنای مؤنث. یکی گفته عالمتانه، یکی گفته طالبتانه. هر دوتاش هم گرفته تانه. پس یکیه اینا. چی؟ زمان رو تلف نکنیم واسه بررسیش. مثنای مؤنث هم آخرش یا تانه میگیره یا تاینه. جمع مذکر سالم گفته یا اونه میگیره بچه‌ها یا اینه میگیره. تمام. آی نوید این با مثنا چه فرقی داره؟ مثنا تانه تاینه بود. یعنی علامت نون ببین کسره بود. اما توی جمع چیه؟ توی جمع هستش. تمام. پس اینا رو با اون اشتباه نگیرید. نبود میشه جمع، نبود میشه مثنا. حالا گفته جمع مذکر سالم آخرش چی گرفته؟ اونه. این چی گرفته؟ طالبت. ته گرفته. اصلا چی؟ اونه اینه نگرفته. جواب میشه گزینه 1 و تمام. اینم از این خوشگل و مرتب. 27. خب در کدام گزینه فعل امر به کار رفته است؟ بسم الله. فعل امر رو اول توضیح بدیم بچه‌ها. ما فعل های امر رو توی فقط پای نهما واسه تیزروشانتون همین کافیه. ما فعل های امر رو از صیغه های چی میسازیم؟ مخاطب میسازیم. بچهای نهم سنتر بگی مثلا تذهب و آینو از کدوم فعل ها میسازیم؟ فعل های مضارع. از مضارع امر درست میکنیم. مضارع چی؟ مخاطب. تذهب و تذهبانه. بعد تذهبونه. بعد تذهبین، تذهبانه، تذهبنه. بعد چیکار میکنیم؟ تمام. بسم الله. میگیم که بچهای نهم سنتر بیا اولو بزن، آخرو بزن، الفو بیار، علامت بزن. میشه چی؟
علامت الف باید چی باشه؟ به حرف وسطی نگاه کنیم. تذهب. اگر علامت وسطی او ا باشه میذارم علامت الف و ا، اگر او باشه میذارم او. خب این چی هستش؟ تذهب و ا هستش میذارم ا. اذهب. دوباره اولو بزن آخرو بزن الفو بیار چی هستش؟ ا. علامت بزن. اذهب. دوباره اولو بزن آخرو بزن الفو بیار چی هستش؟ اذهبو. علامت بزن. اولو بزن آخرو بزن الفو بیار علامت بزن. اذهبی. مورد بعدی اولو بزن آخرو بزن الفو بیار علامت بزن. اذهبا. تذهب نمون. اولو بزن آخرو بزنم نه. جمع خانوما که زمینش هستش انتون نه، توی مخاطب انتون هستش، نونش هست نمیشه آخرشو هست نمی کنیم، نمیذار آخرشو هست کنیم. خانوما زور دارن نمیذارن، پس چی میشه؟ اذهبن. آها پس چی شد؟ اذهب. اذهبا. اذهبو. اذهبی. اذهبا. اذهبن. تو برو شما دوتا بروید شماها بروید. توی خانم برو شما دوتای خانوما بروید بعد شما خانوما بروید. تمام. حالا گفته امر به کار رفته است. ارجعی اولش ا اومده آخرش ای اومده. این چی بوده؟ ترجعی نبوده، نونش هست شده ارجعی. پس این فعل امره. هر فعل امری آخرش ای بود 100% زمینش انت هستش. تمام. مورد بعدی تستوقین فعل مضارع هستش بالوالدین و ترضیحین. تمام. اینجا چیزی هست نشه. آنمی ملاک پیدا کردن فعل امر چیه؟ اولش یه دونه الف باشه آخرش یا ساکن شده باشه یا نونش حذف شده باشه. این تستقین هستش. اولش حذف نشده آخرش هم حذف نشده. توی امر میگفتیم اول بزن آخر بزن الفو بیار علامت بزن. همچین چیزی ما توی گزینه 2 نداریم. پس 2 فعل امر ندارد. گزینه 1 داشت. 2 نداریم. 3 علما. آیا این الف اومده دیگه فعل امر نه، آخرش ببین ساکن نشده، آخرش یا باید ساکن بشه یا نونش حذف شده باشه. آخرش چی؟ ساکن نشده. پس چیه؟ فعل مضارع معمولی هستش. علما میدانم. فاتح و تمام. این علامت داره. ارفع. آیا این الف داره؟ امر نه، آخرش رو باید نگاه کنیم. ملاک آخرش باید یا ساکن باشه یا نونش حذف شده باشه. حذف شده نه. این هست. ارجعی شد امر من. جواب شو گزینه 1. سوال بعدی. خب چی گفته؟ گفته که در کدام یکی از گزینه‌های زیر کلماتی بر وزن فاعل مفعول با هم به کار نرفته. با هم یعنی 3 تا گزینه با هم به کار رفته، یکی با هم به کار نرفته. فاعل تمام. نگاه کن. مکتوب خب میشه مفعول. پس اینجا ما چی داریم؟ مفعول. طالب میشه چی؟ فاعل. پس ما اینجا با هم داریم هست. 2 خالق میشه چی؟ فاعل. مخلوق میشه چی؟ مفعول. تمام. اینجا هم داریم با هم. یا صانع میشه چی؟ فاعل. بعد چی؟ مفعول نداریم. جوابش گزینه 3. 4 عابد میشه چی؟ فاعل. معبود چی میشه؟ میشه مفعول. اینجا با هم داریم. جوابش گزینه 3. تمام. 29. خب چی میگه 29؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بچه گفت آیا خیلی بسم الله میگی؟ نگو ببخشید دیگه رفته تو مغز. خب کان حمید و سعید. حمید و سعید 2 تا برادر بودند. هما کانا فی مزرعه قحط. آن 2 بودند در مزرعه گندم. فی احد الایام در یکی از روزها وقت عداوة بینهما. اتفاق افتاد دشمنی میان آن 2 و اخرج خارج شد. اخرج یعنی خارج کرد سعید برادرش را از مزرعه‌اش. بعد مدتی احضر حاضر شد حمید. بعد مدتی حاضر کرد حمید نجاری را تا بسازد دیواری میان مزرعه آن 2. ولی نجار ساخت پلی برای وصل شدن 2 مزرعه با بعضی دیگر آن 2. فبدل پس تبدیل کرد نجار با کارش دشمنی به دوستی. جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. تبدلت تبدیل کرد عداوت دشمنی را به دوستی. بعد چی؟ بعد ساختن پل، بعد اخراج نجار، بعد
ساختن دیوار بعد جمع کردن محصولات، بعد ساختن پل بود. صنع الجسر. خب سی چی گفته؟ کدام گزینه را طبق متن گزینه صحیح را طبق متن بود؟ حمید و سعید عدوین مدتن. آره مدتی دشمن بودن. خارج کرد حمید برادرش را از مزرعش. کی رو خارج کرد؟ بعد مدت اخرج سعید. خارج کرد سعید برادرش را از مزرعه. اینجا چی گفته؟ حمید برادرش. نه، سعید خارج کرد. گزینه دو غلطه. احضر حاضر کرد سعید نجار رو حاضر کرد. بعد بالا چی گفته؟ گفته بعد مدت احضر حاضر کرد حمید نجار رو، نه سعید. 4 فی نهایت در نهایت ساخت نجار دیوار رو. نه، چی ساخت؟ پل رو. پس گزینه 1 درست بود. میگه مدتی دشمن بودن. آره تموم شد. عربی آشنا. بسم الله. خیلی راحت. خب معنای چند کلمه از میان مشخص شد در متن فعل نادرست آمده. آمنه یعنی ایمان آورد. هو آمنه، هما آمنا، هم آمنو. اونی که آخرش او گرفته. اول ببینیم چه نوع فعلیه، ماضی، مضارع یا امر. من نه، اولش چیزی باقیمون نه، پس میشه ماضی. پس فعل من چیه؟ ماضیه. آخرش چی گرفته؟ او گرفته. فعلی که آخرش ماضی که آخرش او گرفته چیه؟ 100%. آفرین. زمینش میشه هم، آنها گذشته هم هستش. آنها ایمان آوردند. این چی گفته؟ ایمان بیاورید. غلط. خب تقولون، حروف اصلی رو حذف میکنم. قوله چی باقیمون؟ ته. پس چیه؟ مضارع. آخرش چی گرفته؟ او نگرفته. 100% چیه؟ جمع مذکره. یا همه یا انتم. اگر هم باشه غایبه، انتم باشه مخاطبه. از کجا بفهمم؟ از اولش چی گرفته؟ ته. مخاطب چی داره؟ ته میگیره. اگر یه بود چی میگرفت؟ غایب میشد. یه باشه اولش بشه یقولونه میشه غایب، میشه هم. اما چون گفته تقولونه ته گرفته میشه مخاطب. انتم شما میگویید. لما تقولونه برای چه شما میگویید؟ اینجا گفته نگویید. غلطه. لا تفعلونه، اصلا لا رو ول کن. تفعلونه حروف اصلی فعل، اولش چه باقیمون؟ ته. پس میشه چی؟ مضارع. آخرش چی گرفته؟ اونه. پس چیه؟ جمع مذکر. یا همه یا انتم. حالا از کجا بفهمم کدوم یکی؟ اولش رو نگاه میکنم. اولش چی گرفته؟ ته گرفته. پس چیه؟ مخاطب. انتم شما انجام میدهید. لا تفعلونه شما انجام نمیدهید. پس این درسته. قریب میشه نزدیک. این چی گفته؟ آگاه. پس غلط. تمام. چند تا غلط داریم؟ 1 2 3. گزینه 2. تمام. خب معنای فارسی هادئ چی میشه؟ بچه این هادئ هستش، هادی نیست. هادی اینطور نوشته میشه. هادی میشه هدایت کننده. این چیه؟ هادئ همزه هستش، یعنی آرام کننده، آرامش بخش. هادئ میشه آرام، آرامش نمیشه. هادئ میشه آرام. اسم فاعل. فاعل هادئ. هادئ میشه آرام. خب تمام. سوال بعدی. خب چی گفته سوال؟ گفته با توجه به جمع مکسر کلماتی کدام گزینه نادرست است؟ بسم الله. صحیفه میشه روزنامه. صحف میشه صفحه ها، روزنامه ها. خب درست. ما دنبال غلط میگیم. مشی، البته این درستش ماشیه، میشه پیاده. مشی نمیشه. دمع میشه دموع. دم اشک، دموع اشک ها. درسته. مفتاح کلید، مفاتیح کلیدها. این هم از این. اما اونی که گفته مشات میشه پیادگان، مفردش میشه ماشی نه مشی. پس گزینه 2 هستش. نادرسته. 34. خب بریم ببینیم آقا سوال چی از ما چی خواسته. خب بسم الله. ترجمه صحیح آیه. خیلی راحته. ایمان آورد، ایمان می آورد، بعد ایمان بیاورد، ایمان آورند. خب بعد خب
بعد گفته به خدا، یکی گفته به خدا، یکی گفته به آخر ایمان به روز آخر، بعد گفته آخرم گفته خدایشان. روی سال چی گفته؟ بالله، به خدا، به خدا و روز قیامت. چون گزینه 4 گفته خدایشان غلطه. بعد 3 هم که خدا رو ترجمه نکرده غلطه. خب موندیم بین 1 و 2. یکی گفته ایمان آورد، هر که به روز خدا و روز قیامت، خدا و روز قیامت ایمان آورد، ایمان می آورند. آورد با می آورند غلطه. من چی میشه؟ من میشه هر کس. اول جمله معناش میشه هر کس. خب وسط جمله میشه کسی که، آنانی که. پس یه دونه نکته یاد گرفتیم. من وسط جمله معنای آنان که، کسی که میده. اما من در اول جمله معنای هر کس، آن کس، هر که. خلاص اون هر میاد. خب میشه هر که. آنانی که اینجا غلطه. چرا؟ چون من اول جمله اومد. در ضمن من بیاد بر سر اول جمله میاد، بر سر یه دونه 2 تا فعل میاد. یکی این، یکی هم این. میشه این فعل نیست، جمله اسمی است، ولی شما لازم نیست. فعلا با این رد گزینه کردیم رفت. بعد یکی گفته پاداش گفته بود، یکی گفته بود پاداششان. فلهم اجرهم میشه پاداششان. بعد گفته ربهم پروردگارشان. گزینه 2 چی گفته بود؟ نزد خدا. دوباره غلطه. پس جواب شد گزینه 1. با چی زدم؟ یه دونه با من زدم، یه دونه بالله زدم، یه دونه اجرهم، یه دونه ربهم. تمام. 35 چی میگه؟ کدام یکی از کلمات مشخص شده در گزینه‌های زیر معنای خشمگین است؟ حسب میشه گمان کرد. غضبان میشه خشمگین. گزینه 2. 3 ندم پشیمان شد، از ندامت میاد. ما ندم پشیمان نشد. قاطع الرحم میشه برنده پیوند خویشان. پس جواب میشه گزینه 2. ترجمه درست کدام عبارت درست است؟ تمام. توی 4x4 نقطه ها رو به هم دیگه قشنگ وصل میکنی. تمام. راست شب، راست شب، راست شب. خب و بچهای نوم سنتر میدونن. او قسم، تقسیم، قسم حروف اصلی رو خط میزنم. قسم چی باقیمون؟ هیچی. پس چیه؟ ماضی. این چی ترجمه کرده قسم رو؟ تقسیم میکنه. تقسیم میکنه مضارع بچه‌ها نمیشه ماضی، در حالی که قسم چیه؟ ماضی. غلط. 2 اخرجی اومده، آخرش هم ای اومده، نونش حذف شده، تخرجی نبوده. خب نونش حذف کرده. کدوم فعله که آخرش اولش رو حذف میکنه، آخرش حذف میکنه، الف رو میاره علامت میزنه؟ امر. اخرجی گفتیم اگر آخرش ای باشه فعل امر من میشه انت. تو خارج شو. آها این چه گفته؟ خارج میشوم. خارج میشوم مضارع هستش، اما اخرجی امر حذف میشه. پس 3 گفته انا اذهب، من میروم. خب میروم. ارجع برمیگردم. من اذهب هم خط زدیم. الا به سوق بازار. ارجع برمیگردم. مساء عصر. کاملا درست. گفته درسته کاملا. جواب میشه گزینه نیست. وقتی همش خط بخوره میشه درست. خب 4 هم بررسی کنیم. بعد شروع کرد. بالبکا بگریه. و قبل بوسید. اخاهو باید اخا هو باید بگه برادرش. برادرش نگفته که. و اعتذره عذرخواهی کرد. باید بگه برادرش رو گفته، خالی برادر و غلطه. جوابش گزینه 3. 37 طولانی. سوال درازی است. حل کن. چی میگه؟ میگه کدام گزینه ترجمه درست عبارت فلانو است. خب بیا. یکی گفته دوستم، دوستش، دوستانم، دوستم. روی سال گفته صدیقی. صدیقی میشه دوست، صدیقی میشه دوستم.
دوستش میشه صدیقهو. دوستان این جمعه، در حالی که صدیق مفرده، اینم هست میشه دوستم گزینه 1 و 4. نجار یک نجار خواست خواهش کرد. دیواری چوبی برای او برای من. روی سال چی گفته؟ لهو برای او. برای من چی میشه؟ میشه لی برای من. پس گزینه 4 هم هست میشه. جواب میشه گزینه 1 و تمام. این هم هست. سوال بعدی 38. خب ترجمه کدام گزینه درست اومده؟ نقطه رو به هم دیگه هم وصل میکنی. یا اخی برادرم، ای برادرم. اسمع گوش کن، فعل امر. کلام سخن مدرسنا، معلم ما را. نامیشه ما. این چی ترجمه نکرده، پس غلط. گفته درست انتخاب کن. یا اختی، ای خواهرم. اسنعی آخرش این اومده انته، تو بساز. مستقبل میشه آینده، که هم میشه ات. تمام کاملا درسته. جواب میشه گزینه 2. یا ایتها تلمیذت، ای دانش آموز. تلمیذت چون ت گرفته آخرش باید بشه مؤنث دختر، این گفته پسر و غلطه. یا ایها تلمیذ، ای دانش آموز، باید بشه پسر، در حالی که چی گفته؟ گفته دختر باید ت بگیره. اینا رو با هم دیگه جابجا نوشته، به خاطر همین خط زدیم. تمام. تلمیذت میشه دختر، تلمیذ میشه پسر، دانش آموز پسر. خب چی گفت؟ با توجه به ترجمه جمله عندما رجع حمیدون الی مزرعه درچه، کدام واژه میتواند جایگزین عندما شود؟ عندما بچه‌ها میشه هنگامی که. خب متى میشه کی، لما میشه برای چه، لما میشه زمانی که، مازا چه چیزی. خب کدوم میشه هنگامی که، زمانی که، لما. تمام. با هم دیگه مترادف. خب بعد چی گفته؟ در عبارت قرآنی رب اننی ظلمت نفسی فاغفر لی چند فعل به کار رفته است. تمام. شروع کن. رب پروردگار من، اننی همانا من، ظلمت فعل ماضی. چرا؟ چون آخرش تای کشته داره. هر فعلی آخرش تای کشته داشته باشه بچهای نوم سنتر میدونن که چیه، 100% فعل ماضی. نفسی هم که اسم نفس من. فغفرلی، ف میشه پس، جدا کنیم. اغفر بیامرز، اغفر فعل امره، اغفر فغفر پس بیامرز. لی هم که ل حرف چسبیده به زمین، پس یه دونه اغفر داریم، یه دونه ظلمتو. تمام میشه 2 تا. اسنانه. تمام. میامد 40. تمام. سوالات ناب و عالی و درجه 1 خوشگل و مشکل و همشون رو با هم دیگه حل کردیم و این هم از آزمون خوشگلتون. ببین چقدر نکته گفتم خدایی. بچه‌هایی که قصد دارین عربی رو این مدلی یاد بگیرید، توی آزمونا صدر بزنید و به بچه‌های نوم سنتر بپیوندید. خب چیکار کنین؟ یه دونه آیدی میذارم پایین، علوم ریاضی آندلا علوم، بعد چی پشتیبان، اونو میدم، یا آیدی خودم میذارم. حتما به اون پیام بدین. میتونید توی کلاس شرکت کنین و توی دوره شرکت کنین. کلاس آنلاین هفته یه بار برگزار میشه به مدت 1.5 ساعت، روزهای چهارشنبه ساعت 8 شب برگزار میشه. میتونید شرکت کنید و خلاصه عربیتون رو به 100 برسونید. اینم از این. تا یه دونه تحلیل آزمون خوشگل دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم. کانال آپاراتو تلگرام و اینستاگرام هم یادتون نره. بدون تحلیل آزمون خوشگل دیگه بدرود. بای بای.